عاقلانه شکستن یعنی اثر ناچاری، یعنی به دلیل اینکه در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای، در مقابل یک چنان موجود هولناک مهیب و عظیم و مقتدر جز تسلیم چاره نیست. اما یه وقتی است نه، تسلیم عاقلانه نیست، تسلیم عاشقانه است. یعنی قربون صدقش هم میرن و در پای او خم میشن، دست و پاش هم میبوسن. اینم یه تسلیمه، اینم یک جور شکستنه، فقط شکستن عاقلانه نیست. حالا در اینجا که مولانا میگوید که عاقلان را کرده قهر او ضریر، به دو معناست. یکی این که چشمشون رو کور کرده، به این معنا که تسلیمشون کرده. یکی هم این که اون عاقلانی که خدا رو نمیبینن همون نابینایی رو هم خدا براشون آورده، مثل خورشیدی که وقتی به اندازه بتابد چشمها بیناست، وقتی که تیز و تند بتابه چشمهای بینا رو کور میکنه. گفت آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگگاه، آفتابی که از وی این عالم فروخت، اندکی گر بیش تابد جمله سوخت. فتنه و آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. گفت از شمس هم خیلی نمیشه حرف زد چون میسوزونه، با فاصله باید با او بود. خب حالا مولوی یک گله هم میکنه: جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. به جوش آمده دیگه، خودش معلومه، ذکر خداست، ذکر کرم الهی است، قدرت الهی است، شعور و جانی است که به طبیعت بیجان داده. میگه با که گویم در جهان یک گوش نیست. بله، در دفتر ششم هم یک جایی وقتی که راجع به خداوند و این که همه چیز گرد وجود او میگردن سخن میگه، بعد میگوید که زان نیا عبارت در جهان که نهان است و نهان است و نهان. میگه از این نکته که من دارم میگم یک عبارت نیامده است و تا پیامبران هم حرفشو نزدن، برای اینکه جزو اسرار نهانی است. در اینجا هم میگوید من چجوری میتونم بگم که این خدا در همه چیز رفته، همه جا حضور داره، حتی تو دل خاکی که دانه رو میگیره و میپرورانه و سبز میکنه. با که گویم در جهان یک گوش نیست، هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. سنگ یشم، سنگ زردی که گذشتگان از او توقعات و چیزهایی داشتن، گفتن قهرمانان هم روی کمربندشون میبندن، به اونها قوت میده. باری سنگ یشم مشهوره دیگه. انگلیسیش چی میشه؟ جید؟ جید امبر. جید چیه؟ زمرده. جید سمرو. ولی این یشم امبر. اوکی، تانک یو. بسیار عالی. کیمیا ساز است چه بود کیمیا، معجزه بخش است چه بود سیمیا. ببینید در گذشته